برنامه آماده میشه من همینجور یه چیزی به ذهنم رسید. کسی از جوانترای جمع هستش که دلش بخواد تا در واقع این الواح اهدا میشه یه سلفی بگیره با این جمع خیلی قشنگ؟ کسی هست؟ خانم مهندس تشریف بیارین. دونه دونه فقط خواهشم خودتونم بگیرین، خودتون که جزء تیم در واقع اجرایی هم هستین. خیلی قشنگه. بذار منم موبایلمو بیارم، منم یه سلفی با این جمع بگیرم. فقط یکی یکی تشریف بیارید که این بالا آقای مکرمی هم بتونن کارشون انجام. خانم مهندس بیارین و از اون برعکس بگیرید. مهندس شما تشریف از همون بعد تشریف ببریم بالا، از اون برعکستون رو بگیریم. مرسی. مهندس از اون بر برید، شما از اون تشریف ببریم بالا. بچه فقط من خواهش کنم آروم آروم. آقای مهندس بالا رو شلوغ نکنید، فقط بذار یکی یکی. خیلی ممنون. خیلی اون بخش غیر رسمی شد دیگه، خیلی ممنون، ازتون درد نکنه. مرسی ممنون، متشکرم. مثلا خیلی لحظات قشنگیه و بعضیا دوست دارن این لحظات رو واسه خودشون ماندگار بکنن. کاش میشد با خدا در آفرینش هم نوایی کرد، ناب نوشین لحظه ها را جاودانی کرد. کاش میشد. بله خیلی ممنون. خیلی ممنون از جوانترای عزیز. سلفی گرفتنم داستانی شده برای خودش. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. عکس رسمیمون رو هم بگیریم و خواهش میکنم شما عزیزان رو خیلی گرم و خوب تشویق بفرمایید. خیلی خوب، خیلی ممنون. سپاسگزار از اساتید محترم، خیلی ممنون. خیلی ممنون از اساتید محترم، از سروران گرانقدر. خیلی ممنون، افتخار دادیم. خب اجازه بفرمایید من دعوت بکنم از عزیزانی که سالهای 45 و 1346 به عنوان دانش آموخته دانشگاه پلی‌تکنیک وارد جامعه عزیز ایرانمون شدن. جناب آقای، من تقاضا بکنم اول از عزیزان 45 و 46 آروم آروم تشریف بیارن، منم اسامیشون رو خدمتتون قرائت میکنم. جناب آقای محمود حسینی عبداللهی، جناب آقای علیرضا اسماعیلی، جناب آقای دکتر ابوالقاسم صانعی نژاد، جناب آقای بهرام نمازی، جناب آقای جواد حجیرآذر، جناب آقای منصور بابازاده خراسانی، جناب آقای داریوش بیژن، جناب آقای محمود الماسی از دانشکده‌های راه و ساختمان و مهندسی برق، جناب آقای محمد امجدی،
جناب آقای سید حسین امینی، جناب آقای مجید آقاجانی، جناب آقای سید محسن آقایی، جناب آقای علیرضا جلالزاده، جناب آقای عباس شعری مقدم، جناب آقای علیرضا قمی، جناب آقای پرویز تیوای از دانشکده‌های مهندسی برق و مهندسی مکانیک. جناب آقای محمد مهدی رستگار عالم، جناب آقای فریدون فرحی، جناب آقای هوشنگ مخلصی، جناب آقای حسن معصوم شاهی، جناب آقای محمد رضا مقدمزاده، جناب آقای محمود نژاد ملایری، جناب آقای علی یوسفی، جناب آقای ابراهیم ابراهیمی، جناب آقای هوشنگ شان سیاه، انشاءالله درست قرائت کرده باشم، جناب آقای حشمت ابراهیمی، جناب آقای علی اکبر صالحی، جناب آقای ابراهیم نعمایی و جناب آقای غفور صابری. تقاضا میکنم از عزیزانی که فارغ التحصیلان سالهای 44 و 45 هستند یا نه اگر کسی داخل سالن مونده افتخار بدن تشریف بیارن خدمتشون باشید. یه چند دقیقه ای از برنامه تجلیل مونده. خیلی ممنون از همه شما عزیزان که تا حالا همراهی کردین، تشریف داشتین. انشاءالله بعدش هم یک برنامه دیگه ای خواهیم داشت که به موقع اعلام خواهم کرد و تا آخر در واقع مراسم که با پذیرایی ناقابلی از وجود عزیزان در واقع جمع خواهد شد. من خدمتتون هستم، این افتخار رو دارم. دوستان عزیز فارغ التحصیل، بذارید منم برم موبایلمو بیارم یه سلفی با این مجموعه بگیرم، خیلی قشنگه. یه بخشی از راندخاری هم همینجوریه دیگه، یعنی همین بالای خلاصه استیج و تریبون و اینا در اختیار آدم باشه، خلاصه میتونه سلفی بگیره. به شرطی که دیگه جلوی منو نگیرید واسه سلفی گرفتن. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. دوستان عزیزی هم که زحمت عکس و فیلم رو کشیدن خیلی ممنون.
ماندگار کردن این لحظات، زحمتش کردن این عزیزان بود. دست همهشون درد نکنه و از عزیزان و اساتیدی هم که اینجا تشریف دارم بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنون، افتخار دادید. بفرمایید، خواهش میکنم. یه تشویق خیلی خوب و جانانه، خیلی خوب، خیلی خوب. دیگه لوح دسته بعضی ها هستش و نمیتونن خوب کف بزنن. از جناب آقای دکتر معتمدی عزیز، آقای دکتر راسفر عزیز، آقای مهندس سفری عزیز، جناب آقای دکتر صدیقی عزیز، خیلی ممنونم. جناب آقای دکتر شاکری عزیز، از شما خیلی ممنونم. ندیدم کجا تشریف بردن. آقای دکتر شاکری خیلی ممنون. آقای دکتر معتمدی خیلی ممنون، لطف کردید. متشکرم. خیلی ممنون که این فضا بالاخره فضای صمیمی و قشنگی بود. بله بله بله. افتخار خودتون یک کف خیلی خوب بزنید. بسیار بسیار سپاسگزار از حضور و وجود همه دوستان عزیز، اساتید بسیار بسیار گرانقدر. خب خسته نباشید همتون.